سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در مسیر سومهسارا به گورابزرمیخ. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه و ساعت حدود 9 صبح. امروز قصد ضبط ولاگ از بازار دوشنبه ها در گورابزرمیخ رو داریم که در این فرصت ما از مسیر زیبای شهر سومهسارا به این شهر زیبا برای شما عزیزان ویدیو ضبط می‌کنیم. به زودی ولاگ بازار گورابزرمیخ رو که در 2 بخش برگزار میشه رو هم در کانال قرار میدیم و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو برای شما عزیزان خواهیم گذاشت. این ولاگ از ورودی شهر سومهسارا آغاز و بعد از عبور از مرکز شهر به سمت گورابزرمیخ ادامه خواهد داشت. طول این مسیر حدود 13 کیلومتر است. و اما شهر گورابزرمیخ شهری از توابع بخش میرزاکوچک خان شهرستان صومعه که در 13 کیلومتری somehsara و در 40 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت واقع شده. این شهر در همسایگی شهرهای فومن و ماسال هم قرار داره. از این شهر به عنوان پناهگاه میرزاکوچک خان جنگلی رهبر نهضت جنگلی هم یاد میشه. گوراب در زبان فارسی به معنی آبادیه. مردم این شهر به زبان گیلکی و تالشی صحبت میکنن. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه در 2 بخش برگزار میشه. بخش مال فروشان که مربوط گاو و گوساله است و بازار اصلی که سایر مایحتاج خانواده مثل میوه و سبزیجات در اون عرضه میشه. شغل اصلی مردم شهرم کشاورزی و دامپروریه. از جاهای دیدنی این شهر میشه به پارک جنگلی سیاکو، رودخانه پلنگور و پل خشتی که در مسیر گورابزرمیخ به کسما قرار داره اشاره کرد. این پل در مسیر اصلی راه قدیم شاه عباسی قرار داره و نشون میده که این شهر در مسیر این راه بزرگ و قدیمی قرار داشته. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و شهرستان سومهسارا علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست شهر سومهسارا در کانال ما سری بزنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه و 5 شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.